با سلام، سید حسن میری همراه با دوست عزیزم پارسا آزاده با آموزش دفاع شخصی در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید. در این بخش رهایی مچ دست مخالف، دست موافق و دو دست برای شما آموزش میدیم. حریف مچ دست مخالفمون رو گرفته، ما میخواهیم رهایی رو انجام بدیم. ما باید تیغه دستمون رو ما بین انگشت شست و اشاره قرار بدیم، بچرخونیم و رهایی رو انجام بدیم. خیلی ساده است. اشاره فرمایید. در این حالت رهایی انجام نمیشه، ولی وقتی مچمون رو بچرخونیم به راحتی میتونیم رهایی رو انجام بدیم. دست موافق را هم مثل دست مخالف میتونیم دستمون رو بچرخونیم و تیغه دستمون رو ما بین انگشت شست و اشاره قرار بدیم و به راحتی میتونیم دستمون رو رها کنیم. در این مرحله رهایی دو دست، همزمان تیغه دو دستمون رو ما بین باز هم انگشتای شست و اشاره قرار میدیم، همزمان به صورت ضربه‌دری رهایی رو انجام میدیم. به این حالت